به نام خدا. سلام و عرض وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند سایت و اپلیکیشن آنتن. بسیار خوشحالم که در سال جدید باز هم قسمت شده در خدمت شما باشیم. مرحله پلی آف بسکتبال کشور، دیدار دوم پلی آف سقوط که همون پلی اوت در سالن فجر بندرعباس. امروز دوشنبه 27 فروردین ماه دیدار بین دو تیم فولاد هرمزگان و مس رفسنجان و تا لحظات دیگر خدمت شما آغاز خواهیم کرد پخش زنده و گزارش این بازی رو. جا داره تبریک عرض کنم سال نوی که بهار 1403 رو آغاز کرد و تا لحظات دیگر فولادی ها باز هم در برابر مس رفسنجان قرار میگیرن در دیدار دوم پلی آف. دیدار اول رو در رفسنجان تیم فولاد تونست شکست بده مس رو و در صورت پیروزی در این بازی موندگار میشه در لیگ و مس رفسنجانه که به دسته یک سقوط خواهد کرد، اما با پیروزی مس رفسنجان همین چیز به دیدار سوم کشیده میشه. با اجازه داوران، سرداور بازی جناب آقای رسول داوری از اصفهان، بازی باید آغاز بشه. داور اول آقای فرشاد هاشمی و داور دوم آقای عباس اسکندری خواهند بود که امر قضاوت این بازی رو در اختیار دارن. ناظران بازی آقایان ترکزاده و رضا آذرافزا. و کم کم بریم برای آغاز بازی. جامبال اول کار رو سارم جعفری و جولیوس جوسیکس انجام میدن برای تیم فولاد. استارترها جیوان مکورمیک، سالم جعفری، محمد رضا بهرامزاد، اسحاق حاتمی‌فر و مارکو پروویچ هستن. اسحاق اولین اقدامش وارد سبد میشه. 3 امتیاز مورد پذیرش بود یا نه؟ احساس کردم پاش رو خط بود ولی نه. نظر داوران این است که 3 امتیاز مورد پذیرش هست برای فولاد و اولین اقدام این دیدار با 3 امتیازی موفق اسحاق حاتمی‌فر همراه بود فران پیلپیچ، امین عبدی، جولیوس جوسیکس و پویا یخچالی. 5 نفر استارتر مثل رفسنجان هستن به همراه علی مالکی و در ادامه راه به نیمکت نشینان دو تیم هم میپردازیم که چه کسانی روی نیمکت دو تیم قرار دارن. یه 3 امتیازی دیگر رو این بار با محمد رضا بهرامزاد فولادیا امتحان میکنن. کار باکس آوت رو به خوبی دوباره انجام دادن فولادیا مثل این چند دیدار اخیر و اسحاق حاتمی‌فر توپی که خودش ریباند کرد و رفت وارد سبد کرد. داور بازی رو متوقف میکنه تا با میز صحبتی رو داشته باشه. فولاد و هرمزگان مثل رفسنجانی که در رشته‌های مختلف بارها چه در امر آقایان و چه بانوان در رشته‌های مختلف با هم دیگه به تقابل پرداختن و این هم یک جدال زیبا میتونه باشه در لیگ برتر بسکتبال. مرحله پلی اوت دیدار دومش اسحاق حاتمی‌فر این بار حرکتش به سمت سبد و دورشی که برد موفقیت آمیز نبود تا به این شکل یه بلاک عالی انجام بده مارکو پروویچ. یه پاس دیگه از خود گذشتگی کرد اسحاق حاتمی‌فر و سارم جعفری که داشت میرفت یک دانک تک دست انجام بده توسط جولیوس جوسیکس متوقف میشه و اولین خطای این دیدار برای یار 27 مس رفسنجان ثبت میشه. سنتر لیتوانیایی اهل اروپا، 33 ساله و 2 متر و 6 سانت قد که سابقه بازی در لیگای ژاپن، خود لیتوانی و ایسلند هم در کارنامه داره. سارم پرتاب اولش وارد سبد نشد. پرتاب دوم هم از دست داد سارم جعفری تا یه جورایی ترنوور به حساب بیاد در این حمله فولاد. کار ریباند و این بار به خوبی بهرامزاد انجام میده. همچنان نتیجه 5-0 از فرصت‌های شوت زنیشون استفاده نکردن و جیوان مکورمیک با دست چپ
حرکت زیبایی ترتیب داد و زیر سبد با کمک تخته امتیاز گرفت. سلام گرم دارم از بندرعباس خدمت همه هرمزگانی ها و رفسنجانی ها و کرمانی هایی که این دیدار رو تماشا میکنن و دلشون نیست ببینن در این دیدار چه نتیجه رقم میخوره. در حمله قبلی هم به امتیاز رسید تیم مشکی و نارنجی پوشه مثل رفسنجان. یه امتیاز اوپن شاتی که تقدیم جیوان کردن و به خوبی از این موقعیتش بهره برد گارد آمریکایی و بسیار موثر فولاد که میشه گفت یکی از بهترین خریدهای این فصل لیگ برتر هم بوده. از وقتی فولاد این بازیکن رو جذب کرد شرایطش در جدول به شدت بهتر شد. در واقع در جدول که خیلی تغییر به وجود نیامد، فولاد نتونست در جمع بالا نشینان باشه، ولی در امر نتیجه گیری بسیار بهتر این اتفاق افتاد. خطایی که خود سارم انجام داد و جولیوس جوسیکس اولین اقدام رو وارد سبد کرد و با دومی شکار کرد. دومی رو هم به راحتی وارد سبد میکنه که نتیجه کار 10-4 بشه در فاصله 7 دقیقه و 10 ثانیه تا پایان کوارتر اول. جیوان پیکی که مارکو گذاشته و نتونست عبور کنه، دبل تیم کردن مارکو رو. بهرامزاد صاحب توپه میبره به کورنر چپ، سارم سه میزنه و لیاقت خودش رو در واقع شایستگی خودش رو ثابت میکنه در این صحنه. سارم جعفری میگه که لایق تعریف تمجیدهای چند هفته اخیر بوده. زمان یکی از بهترین بازیکنان فولاد بود در هفته‌های پایانی لیگ و مخصوصا بازی قبل پلی‌آف اول برابر مصر رفسنجان. ترنوور مک‌کورمیک و توپی که از دستش رها شد. جیوان مک‌کورمیک در واقع جیوان مک‌کورمیک پرس از همون بالا خودش نگه داشته، بسیار پرجنب شد. سرعت هست جیوان، یه پیک عالی از جولیوس، خودش رفته درون منطقه رنگی توپو میخواد. بازی پشت به سبد، شده فیدوهی که سبد توپو نپذیرفت از جولیوس تا همچنان نتیجه 13-4 باقی بمونه. اسحاق آتمی‌فر بازم کار سویچ در ترکیب فولاد داره انجام میشه. مارکو رفت حالا به کورنر، اسحاق اومد باز شد، سه رو میزنه، نه میخواد حرکت کنه به درون منطقه رنگی. بازم دید شلوغ پاس داد به بهرامزاد، اقدامی که این بار رای به سبد پیدا نکرد. استیل و توپ‌ربایی اسحاق آتمی‌فر هم جواب نداد تا به این شکل وارد زمین حمله بشه مثل رفسنجان. و بازم ترنوور توپی که لو رفت از امین عبدی. حالا این پاس برای اسحاق آتمی‌فر، یه پاس علیوپ فوق‌العاده و یه دانک بی‌نظیر از سارم جعفری. چقدر زیبا عمل کردن در این صحنه بازیکنان فولاد، با یک اعتماد به نفس و آرامش خاص و مثال زدنی دارن این بازی رو اداره میکنن. در همین کوارتر اول تایموت هم بلافاصله درخواست کرد نیمکت مثل رفسنجان تا بتونن به شرایط تیمشون رسیدگی کنن تا فاصله از اینی که هست بیشتر نشه. فاصله 11 امتیاز. هوادارانی هم که به سالن اومدن در حال تشویق و حمایت تیم بسکتبال فولاد هرمزگان هستند تا امسال فولاد بتونه سهمیه‌اش رو در لیگ برتر حفظ کنه، مثل فصل گذشته که در پلی‌آف تونست سهمیه‌اش رو نگه داره. دیدارهایی که در بندر و شهرستان‌ها برگزار کرد و در نهایت موندگار شد. و امسال هم دوباره در همین منطقه گیر افتاد تیم
فولاد. البته انصافاً هر دو تیم فولاد و مصر رفسنجان از خوش ساختارترین باشگاه‌های بسکتبال کشورمون هستن و واقعاً سخته یکی از این دو باشگاه نباشن در لیگ، ولی خب قانون ورزشه و نمیشه کاریش کرد. یه شوت خوب رو امتحان کرد فران پیلپیچ، گارد کروات مصر رفسنجان، و به امتیاز 6 بالاخره رسیدن. حالا خطا بر روی اسحاق، اقدامم که انجام داد اگر گلم میشد رد میکرد احتمالاً داور. خطا از پایین تشخیص داده شد و از ساید محمد رضا بهرامزاد کارو باید به جریان بندازه. با مارکو کار میکنه، آیسمن فولادیا که این فصل بی‌نظیر بوده و چقدر خوب میشه در بسکتبال کشورمون بتونیم نگه داریم این بازیکن رو. این مثل امتیازی را به سبد نداشت، چرخشه فران پیلپیچ، جولیوس توپ رو ریباند کرد، بازم بردن به البو راست در نزدیکی خط کرنر و این اقدام هم وارد سبد نشد. درصد پای از دست رفته بالا رفته در این لحظات، مخصوصا برای مصر رفسنجان. جیوان اقدام 3 امتیازی و این آمار خراب شدن های 3 امتیازی رو برمیگردونه. جیوان مکتور پویا یخچالی، ساره میخواد مدیریت کنه، خطا نده بهش. فران پیلپیچ کچ شوت موفق نبود و مارکو ریباند کرد. اسحاق که مسئولیتش هم کامل برطرف شده دوباره پاسو داد به جیوان و این بار شده شنقدار کوتاه بود. جیوان مکورمیک و با یک دست فران پیلپیچ به خوبی تو وارد سبد کرد. بازیکنی که در لیگ عادی هم عملکرد بسیار خوبی داشته و مخصوصا برای همین تیم فولاد عملکرد درخشانی داشت و حالا به اون آمار میپردازیم که در لیگ عادی چه شد و در پلی آف دوباره چه اتفاقاتی رقم خورده. همزمان با این بازی قد پدافند آبرتای سالی هم دیگه رو به اون پلی آفشون رو دارن برگزار میکنن. چقدر خوب توپو گرفت و وارد سبد کرد جولیوس جوسیکس. به امتیاز 10 رسید تیم مصر رفسنجان. من اصلاح میکنم این عدد رو، اصلاحی میکنم 18 بر 10. خطا مشهود بود در این صحنه و بعد خطا نگرفت تا مارکو پروویچ در معدود اقدام های 3 امتیازی که ازش میبینیم در ثانیه های آخر 24 ثانیه توپش راهی به سبد پیدا نکنه و از اون سمت به بیرون بره. معمولا در ثانیه های آخر شوتا رو میدن به اسحاق یا همین محمد رضا بهرامزاد و جیوان. پویا یخچالی آسون میده و تغییر رو صاحب توپ کرد. چند تغییر هم در ترکیب مصر رفسنجان اومد. یه بازی پاس به پشت سر مدافع فولاد که به حال هر طوری که بود سالم توپو ریباند کرد و نذاشت خطرساز بشه روی سبد فولاد. مارکو پروویچ چرخشاش بی‌نظیره. مارکو روی پای پیوت به خوبی میچرخه و با کمک سبد امتیاز بسیاری از امتیازهایی که این فصل برای فولاد گرفته از همین منطقه بوده. به همین شکل بازم جولیوس جوسیکس توپ رو وارد سبد کرد، نتونست بکنه تا از این سمت مارکو پروویچ این کار رو انجام بده. 22-10 فاصله زیاد و زیادتر شد. فول گلی که گرفت محمد رضا تقیلو، بازیکن جوان مصر رفسنجان، (22-12) شد. 2 امتیاز هم مورد پذیرش قرار گرفت. یه پرتاب پنالتی هم بونس این حرکت محمد رضا تقیلو است. 1 دقیقه و 48 ثانیه تا پایان بازی زمان باقی است.
سارم جعفری کارو خودش به جریان انداخت. پرت پنالتی هم که با هم دیگه دیدیم. تا حمله بعدی فولاد رو حالا منتظر باشیم چه خواهند کرد. جیوان یه شوت فلوتر عالی، یه مکس داد و فلوترش رو در حالی انجام داد که دیگه یار مقابل نتونست دفاع کنه برابرش. درون منطقه رنگی و خیلی خوب تصاحب کرده جولیوس جوسی که شوت امتیازی رو هم ریوان کرد و در منطقه رنگی وارد سبد کرد. اعتقاد به خطا داشت سارم جعفری که نظر داوران این گونه نبود. هنداف صورت نداد، میخواست بره که پشت یار بهش پاس بده. سارم به جیوان در واقع. این اتفاق بازم نیفتاد. درویش نژادی که تازه به بازی اومده یه ساید استپ و این هم سه امتیازی که در کمال آرامش وارد سبد کرد. محمد امین بازم به کورنر راست تو به پای مارکو پروویچ برخورد میکنه و مالکی موقعیت شوت زنی رو از دست داد، ولی همچنان مالکیت با تیم مثل رفسنجان خواهد بود. تقیلو هندافی که حالا صورت میگیره، سه امتیازی که این بار راه به سبد نداره. پوریا سالاری هم به بازی اومده برای فولاد با درویش نژاد. سارم این سویچ های پشت قوس خیلی خوب داره به فولاد کمک میکنه و به خوبی دارن بهره میبرن. حالا مارکو ببینید چه فضا سازی برای خودش کرد و چه پاس خوبی رو بین دو نفر پوریا بهش تحویل داد. آخرین اقدام کوارتر اول از دست میره. 3 ثانیه 2 ثانیه از همونجا اقدام کرد جیوان و کوارتر اول 29-15 به سود فولاد هرمزگان به اتمام است. خب برمیگردیم به کوارتر دوم دیدار فولاد هرمزگان. هم مثل
رفسنجان کوارتر اول که 29-15 به اتمام رسید فولاد هرمزگان و در همین ابتدای کار تونست خطا رو بگیره. تقیلو پرتاب پنالتی داور اعلام کرده از پرتاب پنالتیه و مارکو پروویچ خطاش اعلام شد. اقدام اول رو وارد سبد کرد محمد رضا تقیلو. من از بازی همزمانم اگر چیزی به دستم برسه، نتایجی به دستم برسه، حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. پرتاب دوم هم وارد سبد شد. اون بازی که عرض میکنم بین آورتا و رعد پدافند هستش که باید ببینیم در نهایت آورتا اگه یه برد دیگه کسب کنه رعد پدافند سقوط میکنه و موندگار میشه. آورتا دقیقاً مثل شرایطی که فولاد داره، اگه ببره موندگار میشه و مثل رفسنجان سقوط میکنه. به حال باید ببینیم تا انتهای بازی ها چه اتفاقاتی رقم میخوره. هنوز زمان زیادی باقی هست. خطایی که روی درویش نژاد گرفته شده، داور از سایت کارو به جریان انداخت. مارکو وایساد که پیک بده برای پوریا سالاری و پوریا یه دنده معکوس کشید رفت تو منطقه رنگی، خوبی هم امتیاز گرفت. بازم حمله با رفسنجانی هاست. مالکی اقدام 3 امتیازیش بازم وارد سبد نشد. در درصد گل شدن توپ ها خیلی موفق نبوده تیم مثل رفسنجان رو میبینید که چقدر خوب بهره میبره مارکو از موقعیت هایی که رقیبانش دارن از دست میدن و یه بلاک زیبا از سانم جعفری. جیوان صبر میکنه تا بچه ها اضافه بشن. پوریا سالاری یه اوپن شات دیگه و بازم 3 امتیاز. مجبور میکنه امید موحد نژاد رو که باز هم تایم اوت بگیره. چه آتیش بازی دارن رقم میزنن فولادی ها و در همین کوارتر دوم میخوان ببندن پرونده موندنش رو. انگار 19 امتیاز فاصله داره با تیم مصر و پیش افتاده. نیمکت‌ها رو با هم دیگه ملاحظه می‌کنیم. در رأس نیمکت مثل رفسنجان آیه موحد نژاد که داره نکات رو به بازیکناش گوشزد میکنه. مثلا هم رضا هنگامپور رومان سرمربی فولاد در آرامش کامل داره نکات رو میگه. دست بالا رو قشنگ داره فولاد در این بازی. اگر اسیر اون اتفاقات کوارتر سوم چهارمای فصل عادی نشه، البته واقعا دیدار اول فولاد و مثل رفسنجان نزدیک و پای بود و در انتهای کوارتر چهارم بود که نتیجه بازی رقم خورد به سود فولاد. مارکو پروویچ هم مورد تشویق هواداران قرار میگیره. همچنین سالم جعفری و سایر بازیکنان. حالا بعد از گل شدن توپ فولاد دوباره رفسنجانی ها هستن که کارو به جریان میندازن. 2-3 از بالا داره دفاع میکنه. دفاع رو چیده تیم فولاد و پرس هم از بالا نگه داشته بودن. حالا این اقدام فلوتر خوب است. امین عبدی یکم فاصله رو تونست کمتر کنه. جیوان با پوریا سالاری. پوریا یه یار در برابر خودش میبینه، یه پاس رو به عقب برای مارکو و چقدر خوب تونست خطا بگیره مارکو. بازیکنی هم هست که درصد پرتاب پنالتی هاش هم بالاست. کم پیش میاد پرتاب پنالتی دست بده مارکو پروویچ. 8 دقیقه و 7 ثانیه تا پایانه کوارتر دوم. اقدام اول رو که آسوده خاطر وارد سبد کرد مارکو. و دومی رو هم به همین شکل وارد
سبد میکنه. فران پیلپیچ و چه بلاکی کرد محمد امین درویش نژاد. خطای عمد میتونه اعلام بشه از پیلپیچ، گلم که قطعا قبول نیست. خطا از پیلپیچ اعلام شد ولی خطای عمد نبود. قشنگ جلوی حمله رو گرفت پیلپیچ. مرسگرم گارد کروات تیم مصر رفسنجان که سابقه بازی در تیم بی رئال مادرید هم داره و همچنین در یورولیگ هم سابقه بازی داره. شات کلاک 24 ثانیه هم تنظیم کردن روی 20 ثانیه و حالا جیوان با پوریا کارو به جریان میندازه. جولیوس مسئول مارک کردن مارکو پروویچ شده در این لحظات. با هم دیگه تقابلای کم بتنشون میتونه جذاب باشه. یه رقص پای زیبا از جیوان و قدر این موقعیت رو ندونست پوریا. حالا خطای محمد امین درویش نژاد بر روی تقیلو اعلام میشه. فکر می‌کنم اولین خطایی بود که امدی فولادی ها انجام داد. بله اولین خطای شخصیش ثبت میشه در کوارتر دوم. 3 خطا مثل رفسنجان انجام داده، 2 تا رو فولاد هرمزگان. هنوز مرجع خطای دو تیم به اتمام نرسیده. پویای یخچالی چه جامپ قشنگی داشت انصافا روی این شوت ولی بازم وارد سبد نشد. من فرصت بشه درصدای آمارا رو میگم. چه فولگولی گرفت مارکو، چقدر زیبا عمل کرد. یه لحظه پا رو نگه داشت، خطا رو گرفت و یه پرتاب هم داره. 40-19 فاصله خیلی خوب نگه داشته شد توسط فولادیا. حالا امید قاری نژاد به بازی میاد برای فولاد و از این لحظه دیبوت میکنه به اصطلاح در این بازی. تک پرتابش هم وارد سبد کرد مارکو پروویچ در پلی آف 8 تیم بالای جدول. تا به اینجای کار فقط صعود شهرداری گرگان قطعی شده که 3 برد تونست کسب کنه برابر لیموندیس. پلی آف بالای جدول 3 از 5 برده، پلی اوت پایین جدول در واقع 2 از 3 برده. جولیوس جوسیکس میبره هر طوری که هست به جناح چپ. 1 ثانیه شات کلاک به اتمام رسید. توپم وارد سبد نشد. پوریا سالاری میتونست امیدم پیدا کنه. یه لحظه لیز خورد تقیلو، نتونست توپو مدیریت کنه چون لحظه آخر توپ به دستش برخورد کرد. خطای نیمه نخواهیم داشت. داور چی شد؟ داور بازی متوقف کرد. حالا یه تعویضی هم در سیستم داوران به وجود میاد. به حال استفاده کردن از داوران جوان هم نیاز به فرصت دادن داره به جوانها. ولی خب دیدار حساسی هم هست و شاید در بازی‌های کم اهمیت‌تر این اتفاق رقم بخوره خیلی بهتر خواهد بود. حالا این جان که زیبا از امید قاری نژاد. نیمکت فولاد چه خبره من نمیدونم. یه لحظه تونستید ببینید یا نه؟ خیلی پر انرژی هست. من تا حالا ندیده بودم این فصل نیمکت فولاد اینقدر پر انرژی و سر حال و با اعتماد به نفس باشه و بدون استرس. نکته مثبتش اینجاست که در واقع بدون استرس دارن بازی میکنن و این خیلی به فولاد کمک میکنه. کار سختی که رضا انگامپور و شاگرداش در کادر فنی داشتن برای این فصل که روحیه تیم رو بتونن دوباره بالا بیارن پس از اون باختای این فصل اول و به خوبی این کار رو انجام دادن. خدا قوت میگیم انصافا بهشون. اولین پخش زنده سال 1403 مصادف شد با احتمالاً آخرین بازی بسکتبال فولاد هرمزگان در این فصل از رقابت‌ها. اگر تا پایان فاصله رو نگه داره و پیروز این بازی باشه فولاد در لیگ برتر میمونه و مصر رفسنجان صعود میکنه به لیگ دست اول. بازم پویا یخچالی سابقه بازی در تیم نیروز
زمینی هم داره. اون موقع برابر شهرداری بندرعباس قرار گرفته بود در لیگ برتر. خود پویا چقدر خوب برد به کورنر راست، پاسی که بین راه قطع شد اما درویش نژاد پیدا نکرد یه لحظه پوریا رو. در سایر بازی‌های پلی آف بالای جدولی ها مهرام 2-1 از مثل کرمان فعلا جلو هست سری رو و زبان، همینطور 2-1 از کاله. این توپ هم وارد سبد شد و 2 امتیاز اضافه میشه به امتیازات مثل رفسنجان. پالایش نفت آبادان هم سری رو 2-1 فعلا از طبیعت پیش رفته و بریم در نهایت چهره 4 تیم برتر بالای جدول به چه صورت خواهند بود. چه شوتی زد پوریا سالایی، چه آی کشیدن هواداران، لحظه آخر توپ بیرون اومد. این 3 امتیازی هم وارد سبد نشد با اینکه سرعت بازی خیلی بالاست ولی دقت شوت زنهای مثل رفسنجان واقعا پایینه. به فکری باید موحد نژاد، آقای امید موحد نژاد بکنه برای تیمش در بین نیمه. آیا میتونه این مشکل شوتیستاشو برطرف کنه یا نه؟ فعلا مارکو 13 امتیاز داشته برای فولاد، 4 تا ریباند و 2 تا پاس گل هم داشته. جیوان 10 امتیاز و 4 ریباند و 1 پاس گل، بهترین آمارها رو فعلا ثبت کردن. اون هم برای مثل رفسنجان تقیلو 8 امتیاز داشته به همراه 1 ریباند. جوسیکاس 6 امتیاز و 6 ریباند. خب ظاهرا بازبینی صحنه باید انجام بشه. در لحظه‌ای که بازی متوقف بود ما داشتیم آمار بازی رو خدمتتون اعلام می‌کردیم، داوران تصمیم گرفتن بیان و بازبینی صحنه رو انجام بدن. چهره آقای هانی حاجی زاده هم در تصویر ملاحظه می‌فرمایید، مسئول IRS مستقر در سالن فجر بندرعباس. و ببینیم در نهایت تصمیم داوران چه خواهد بود. فعلا با دقت دارن کار رو بررسی میکنن. همچنان کار بازبینی ادامه داره. خب بالاخره کار بازبینی به اتمام میرسه. جناب آقای رسول داوری و فرشاد هاشمی سرداور و داور اول این بازی یه چند دقیقه‌ای داشتن کار بازبینی رو انجام میدادن. این مقدار صحنه ظاهراً سخت بود و تصمیمشون چه خواهد بود، کدوم صحنه بود رو خطای عمد اعلام شد. بله خطای عمد جولیوس جوسیکس اعلام میشه و
اقدام برای فولاد و جیوان مک‌کورمیک است. اولیش رو که وارد سبد کرد. بعد از این پرتاب مالکیت هم با تیم فولاد هرمزگان خواهد بود. پرتاب دوم رو هم وارد سبد میکنه و حالا مالکیت توپ هم با فولادیاس، میتونن 2 یا 3 امتیاز دیگه از این حمله در بیارن. 45-21 فعلا به سود فولاد. 5 دقیقه تا پایان نیمه اول و کوارتر دوم. امید قاری نژاد 6 ثانیه روی شات کلاک و مارکو پراویچ. عرض کردم میشه یه 2 یا 3 امتیازی از این حمله در آورد که مارکو یه 2 امتیاز زیبا در آورد. همین روند رو پیش بره خودش و جیوان هستن تا انتها برای عنوان MVP این دیدار. البته که این 2 امتیاز برگردونده شد و مسی ها خوب رسیدن به سبد فولاد. تقابل صنعتی های لیگ برتر بسکتبال، مس و فولاد. حالا یخچالی چه بلاکی شد توسط جیوان مک‌کورمیک. چیکار کرد؟ بازم خطا. انقدر صحنه زیبا بود من سعی کردم به سکوتم به زیبایی صحنه فقط اضافه کنم. بازم بازبینی صحنه. داوران این بار هم تصمیم گرفتن بیان و دوباره این صحنه رو بازبینی کنن. البته فکر کنم خطای صحنه، در واقع صحنه این خطایی که اینجا در زمین مس رفسنجان اتفاق افتاد رو میخوام بازبینی کنن، نه بلاک شات جیوان رو. اگه راهنمایی کنن دوستان ما رو کدوم صحنه مورد بازبینی قرار خب ظاهرا بلاک شات رو قراره مورد بازبینی قرار بدن. انقدر صحنه زیبا بود، چه جامپی داشت جیوان. بعید به نظر میرسید که توپ رو به سبد رو بخواد در واقع بلاک کنه. هنوز توپ رها نشده بود انگار به سمت سبد. همچنان منتظر تصمیم داوران هستیم در این صحنه. مدیران باشگاه مثل رفسنجان هم امروز در سالن فجر بندرعباس حضور پیدا کردن و در کنار ما در حال تماشای بازی هستند و ببینیم در پایان یک شانس مجدد خواهند داشت برای نگه داشتن سهمیه‌شون یا همین امروز مثل رفسنجان سقوط میکنه به لیگ یک. تا پایان این بازی مشخص میشه تصمیم داوران در این صحنه چه خواهد بود. خب مشکل خاصی نبوده و ادامه کار رو خواهیم داشت. خطای فران پیلپیچ اعلام شد. بازم پرتاب برای فولاده.
اولین اقدام جیوان وارد سبد میشه. و توپ بعدی رو نتونست وارد سبد کنه. عجب صحنه ای بود اینجا. بازم موقعیت با تیم مثل رفسنجان هست، بازم نتونستن موفقیت آمیز عمل کنن. چقدر توپ از دست دادن بازیکنان مثل رفسنجان. نتیجه 48 بر 23 میشه. درویش نژاد رفت به زیر سبد و شانس بود که این توپ وارد سبد نشد. و این وقفه هم که داشتین اگر متوجه نشدید عرض کنم یه بلاک فوق‌العاده انجام داد جیوان رو به تخته و اعتقاد داشتن که باید خطاش اعلام میشد. بازم یه توپروایی از دستان یار مثل رفسنجان. توپو چقدر خوب و باهوش تقیلو کوبید به جیوان و تو به بیرون رفت، خودش هم پرتاب شد تو نیمکت فولاد. به آمار که نگاه کنیم 11 اقدام 3 امتیازی داشته تیم مثل رفسنجان که هر 11 تاشو از دست داده. بسیار آمار ضعیفی است در واقع و همین باعث شده که اینقدر اختلاف امتیاز در این بازی ایجاد بشه. عرض کردم بین دو نیمه تنها شانسی که داره تیم مثل رفسنجان این که یه تاکتیکی بیاندیشه آقای موحد نژاد تا تیمش از این شرایط خارج کنه، مثل بازی 2 نفره ترکیبی پویا یخچالی و جولیس جوسیکس که این بار ناموفق بودن. اون سمت فولادی ها 6 از 13 3 امتیازی وارد سبد کردن، بازم خطا. همچنان محدودیت خطایی تیم فولاد به اتمام نرسیده، در حالی که مسی ها خیلی وقت این محدودیتشون به اتمام رسیده. کوارتر دوم خیلی داره طولانی میشه. 4 خطای شد تیم فولاد. پویا یخچالی اقدام اولشو به زیبایی وارد سبد کرد. کم فروغ بوده امروز پویا. دومی رو اما از دست میده. ریباندو امید نه مارکو تونست کاملش کنه. امیدم رو تو اثر گذاشت. 2 دقیقه و 35 ثانیه تا پایان کوارتر دوم. پوریا یه پاس بلایند و شوت فلوتری که چقدر زیبا بود این حرکت. نقطه قوت این حمله پاس زیبای پوریا سالاری بود. یه بار دیگه به بالا امین عبدی 3 امتیازی بازم خراب شد. 12مین 3 امتیازی که از دست دادن. یه پاس بلایند دیگه بازم محو کرد مدافعین روبروی خودش رو پوریا. حالا پاس با مارکو پشت به سبد میتونه به چرخ شوت فیدوی بزنه. نه این کارو نکرد. جیوان یه بدن میذاره میاره به بالا. حالا به کرنر راست. این 3 امتیازی ریباند هم تکمیل نشد. خطایی هم در کار نیست. حمله ادامه داره با مسی ها. پوریا سالاری به دنبال این است که بتونه توپ امین عبدی رو بزنه. یه اثر روی توپ گذاشت. چقدر خوب این توپ هم توپ ربایی شد. بهرامزاد سرعت بازی به شدت بالاست. جیوان توپ از دستانش خارج میشه. بهرامزاد یه برخورد و خطا.
امید قاری نژاد اقدامش رو تونست وارد سبد کنه. دومی رو اما موفق نشد. 1 دقیقه و 16 ثانیه تا پایانه کوارتر دوم. مارکو پروویچ، یه پاس دیگه. واعظ محمودی نسب حالا صاحب توپه. مارکو یه لحظه اومدن توپشو بزنن. خود واعظ پوریا سالاری رو میبینه. مارکو پروویچ خوب نتونست رها کنه. این سمت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یولیوس و خطای امید قاری نژاد اعلام شد، در حالی که اعتراض هم داره خودش به این تصمیم داور. پیام کیانی از این لحظه وارد زمین میشه به جای مارکو پروویچ. عذرخواهی میکنم این چند لحظه در خدمتتون نبودیم، اینترنت ضعیف شد لحظاتی و به حال خدا رو شکر دوباره در خدمتتون هستیم. خیلی زیاد طول نکشید. اولین پرتاب رو جولیوس روسیکس وارد سبد کرد. خطایی که نزدیک بود در منطقه رنگی امتیاز بگیره، اما خطا روش اتفاق افتاد تا به این شکل صاحب امتیاز بشه. 30 ثانیه تا پایانه نیمه اول. جیوان، خود جیوان با پیام کیانی که تازه به بازی اومد و جیوان مک‌کورمی. مگه میشه از خیر این توپا بگذره؟ 53-26 فاصله فوق‌العاده است و چقدر شرایط استرس‌زا در نیمه دوم برای مثل رفسنجان. فاصله 27 امتیازی که 3 ثانیه 2 ثانیه تقلیل او آخرین شوتش هم زد و بازم وارد سبد نشد. چقدر بدشانس هم از انصافا تیم‌ها مثل رفسنجان. و نیمه اول به اتمام میرسه. استراحتی خواهیم کرد و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در نیمه اول یه جورایی میشه گفت بازی یک طرفه رو دیدیم از سوی تیم فولاد و فاصله رو تونستن خیلی خوب نگه دارن. 29-15 کوارتر اول، 53-26 کوارتر دوم و حالا کوارتر سوم از همین لحظه آغاز میشه. ببینیم در انتهای این بازی تیم فولاد موندگار خواهد بود در لیگ یا بازی به دیدار سوم کشیده میشه. جیوان، مارکو، پوریا، سارم و اسحاق، اینم 3 امتیاز ابتدای کار جیوانی که انصافاً عالی بوده هم در این بازی هم در بازی‌های قبلی فولاد. ضعف امتیاز نگرفتن‌های فولاد و این فصل جیوان خیلی خوب پوشش داد. یه حرکت ریورس زیر سبد هم مسی ها انجام دادن که به زیبایی به سبد رسیدن تا نتیجه بشه 56-28 فاصله، ولی انصافاً زیاده. 28 امتیاز برای کوارتر سوم امتیاز کمیه، ولی خب همچنان وقت برای برگشت داره تیم مس. یه فیک سارم یه بار دیگه 3 میزنه. جیوان رفت که ریباند کنه، توپ خوب نیومد پایین و توپ اسحاق هم ظاهراً از خط عبور کرده بود، هم پاش هم توپش احساس میکنم از خط عبور کرد که یا خطا اعلام شد. زودتر از اون خطا اعلام شد بر روی اسحاق حاتمی‌فر. من فکر کردم خطای واقع تخلف اوت رو گرفتن، ولی خب خطای بازیکنان مس اعلام شد. داورم بازی رو متوقف کرده، یه تذکری به نیمکت مسی ها میده و دوباره بازی به جریان میفته. جیوان با اسحاق یه پاس لاب، حالا از پایین برای پوریا. مارکو ریباند میکنه. 14 ثانیه دیگه داره تیم فولاد. حملات پی در پی که زیر سبد تبدیل به 2 پرتاب پنالتی شد برای فولاد هرمز. دو پرتاب دیگه با
فولاد و اسحاق حاتمی‌فر. یه سر دیگه به آمار بزنیم. مارکو پروویچ 17 امتیاز، بیشترین امتیاز این بازی رو کسب کرده، 5 ریباند، 3 پاس گل. جیوان 18 امتیاز، البته جیوان 18 بله، و 6 ریباند. پس جیوان 18، مارکو 17. یه دونه فعلا بالاتره جیوان. برای مثل رفسنجان هم تغییری 9 امتیازی، جوسیکاس هم همچنان 8 امتیازی باقی مونده. بازم ناموفق روی سبد فولادی ها. یه اقدام 3 امتیازی بازم بلند شد اسحاق برای پوتبک، این دفعه موفق نبود. یه دست گذاشت رو توپ، چقدر خوب توپ رو بایی انجام داد جیوان. یه درایو عالی، میرفت که دانک بزنه اسحاق، ولی توپ از دستانش رها شد و دستش به بدن جولیاس جوسیکاس برخورد کرد. فکر میکنم با این خطا 3 خطاه شد، نه 2 خطاه شد. جوسیکاس، جوسیکس البته خیلی انگلیسیشو بخوایم بگیم، جولیاس جوسیکس. اولین پرتاب رو وارد سبد میکنه اسحاق حاتمی‌فر. دومی رو هم به همین شکل وارد سبد کرد تا 59-28 بشه نتیجه برای فولاد. پیک خوب از جولیاس جوسیکس تو منطقه رنگی و در نهایت توپی که به پای خودش برخورد کرد و به بیرون رفت. یه آمار از بازی داشته باشیم. امتیاز در منطقه رنگی فولاد یا پوینت این پینت 20 بوده برای فولاد، برای مثل رفسنجان 14 بوده. پوینت فرام ترنوور فولاد 6 بوده، برای مثل رفسنجان 3 بوده. فست بریک پوینت فولاد 12 بوده، برای مثل رفسنجان 1 بوده. این یکی از تفاوت‌های مهم این بازی بوده که این نتیجه فعلا پابرجا هست. سایر آمارها رو هم خدمتتون عرض میکنم. بازی دوباره داره به سرعت میفته، پشت به سبد چقدر خوب کار میکنه و عالیه انصافا. جولیاس جوسیکس چرخشاش خیلی خوبه، هم او هم مارکو پروویچ. سارم جعفری زیاد داره امروز پشت قوس در واقع از بالا کار میکنه، مخصوصا 3 امتیازی هایی که داره میزنه. این بار البته وارد سبد نشد. جیوان، این پاس برای مارکو پروویچ. مارکو یه بار دیگه و بله اینم امتیاز 61. فعلا کورس گذاشتم با جیوان برای کسب MVP این بازی. یه جورایی انگار داره خیالشون کم کم از برد راحت‌تر میشه فولادی ها. 61-30 فاصله خیلی زیاده و پوریا یه پاس از پشت بی‌نظیر داد به مارکو. چه ظرافتی داشت این پاس، خیلی لذت بخش بود این امتیاز. حالا یه بار دیگه از این سمت توپی که خوب نزد علی شهپری و چه دانکی میزنه اسحاق حاتمی‌فر. سبد رو وادار به تسلیم شدن میکنه. من شما رو با جو سالن چند لحظه تنها بذارم. این سمت به سود فولاد به بیرون رفت. عجله کردن مسی ها و ادامه کار رو بازم باید فولادی ها داشته باشن. 35 امتیاز فاصله. فکر میکنم این بیشترین اختلاف امتیازی هست به این جای کار که فولاد در واقع در این جای فصل داشته از بازی اول تا اینجا. باید ببینیم در پایان با چه فاصله اختلافی بازی به اتمام میرسه. میتونه فولاد بیشتر کنه این فاصله رو؟ پوریا سالاری یه چرخش زیبا
چقدر خوب روی پای پیوت میچرخه و خطا بر روی مارکو و 2 پرتاب پنالتی. مارکو بازم پرتابش رو وارد سبد میکنه، چیزی که عادت داریم این فصل بهش. یه سر بزنیم دوباره به آمار مارکو. 9 از 11 امتیاز اقدام 2 امتیازیش وارد سبد شده، 2 تا 3 امتیازی زده وارد سبد نشده و 5 از 5 پرتاب پنالتیاشو گل کرده مارکو پروویچ. 67 رسید به فولاد، 37 امتیاز، بازم 3 در روزی که بالاخره یکی از این 3 امتیازی ها وارد سبد شد. اولین 3 امتیازی بود که مثل رفسنجان فکر میکنم تونست وارد سبد کنه که تا لحظات دیگه بهتون میگم روی سایت آپدیت بشه. فکر میکنم این اولیش بود. جیوان چه دستی چرخون، برد پایین آورد بالا و با دست چپش منو یاد حرکت‌های بی‌نظیر زنده یاد کوبی براینت انداخت. چرخش دستاش بی‌نظیر بود کوبی و به همون سبک اینجا امتیاز گرفت جیوان. پوریا سالاری تقابل 2 یار شماره 6 هر طوری که بود توپو نگه داشتن. حالا یه پاس بلند و یه اثر روی توپ گذاشت و به اوت فرستاد توپ رو. علی شهپری این اولین 3 امتیازی بود که بعد از 17 اقدام وارد سبد شد. خیلی 3 امتیازی از دست داده تیم مس. حالا مارکو یه تقریبا مید رنج که این بار وارد سبد نشد. پرتابای منطقی فولاد خوب بوده انصافا تا به اینجای کار. این یکیشو مارکو نتونست گل کنه. یه پاس بلایند سخت از طاها رضا بیگی تو لو رفت جیوان و فول گل. خیلی خوب بدن رو ستون میکنه، مجبور میکنه بازیکن مصر رو که همراهش بیاد. اقدامش هم با در واقع من اینقدر محو هواداران شدم یادم رفت چی میخواستم بگم. بدن رو ستون میکنه و شانس امتیازش رو بالا میبره روی سبد. جو قشنگی رو در سالن فرج بندرعباس انصافا شاهد هستیم. از نیم فصل دوم به این بر حضور هواداران بیشتر شد و دوباره آشتی کردن با فضای بسکتبال بعد از اون یک نیم فصلی که بدون برد فولاد سپری کرد و خدا رو شکر حالا سهمیه رو داره نگه می‌داره در لیگ برتر. پوریا رفت زیر سبد و نزد. خیلی دیگه دستگرمی گرفتن انگار بازی رو. 7 ثانیه روی شات کلاک. پوریا حالا با مارکو یه چیزی میدونست انگار پوریا که نرفت زیر سبد و بعدش حق داد چون مارکو پروویچ اینجاست. یه نگاه به سبد. بازی پشت به سبد جولیوس روسیکاس با فران پیلپیچ و اینم دومین 3 امتیازی که وارد سبد کردن. فران پیلپیچ یه مقدار دستش داره گرمتر میشه ولی چه فایده که این فاصله زیاد کارو سخت کرده برای مثل رفسنجان. 38 امتیاز اختلاف. پوریا سالاری خطای گام‌های اضافه ازش اعلام میشه. بابک نظافت هم روی نیمکت در واقع بلند شد اومد تا به بازیکن‌ها روحیه بده، یه صحبتی فنی هم با رضا انگامپور داشته باشه. به نظرم بد نخواهد بود که از اینجا به بعد بازیکن‌های کمتر بازی کرده بازی کنن. درویش نژاد، دهقانزاده، پیام کیانی، واعظ، حتی خود بابک نظافت. شاید این اتفاق در کوارتر چهارم رخ بده. فران
پیلپیچ فلوتری که رها کرد. تایمینگ مارکو این بار خوب نبود برای ریباند و همین هم باعث شد ریباند رو زودتر مسی ها انجام بدن تا به این امتیاز برسن. 74-38 محدوده خطایی تیمیه. مثل رفسنجان هم به اتمام رسیده. مارکو پروویچ بین 2 یارد دبل تیم و یه لحظه تونست عبور کنه ولی در نهایت توپ از دستانش رها شد. تا قدر این توپ رو ندونه تاها رضا بیگی. جیوان با دست چپ داره بال هندلینگ میکنه. چقدر دریبلینگاش دلنشینه. علی مالکی حالا وارد زمین میشه به جای تاها رضا بیگی. بازم خطا اعلام شد برای فولادیا و خطایی که روی مارکو بود و باید دوباره بیاد پرتاب پنالتی انجام بده. میتونه 5 از 5 پرتاب پنالتی هاشو فری ترو هاشو که اولیشو از دست داد نتونست به 7 از 7 برسه ولی میتونه به 6 از 7 برسونه این آمار رو. بنچ پوینت فولاد تا به اینجای کار 11 بوده. امتیاز نیمکت نشینان برای مس 16 چون نیمکت نشینای مس بیشتر بازی کردن و تعویضای فولاد کمتر بوده به نسبت در این بازی. جیوان 27 دقیقه و 40 ثانیه کامل بازی کرده. اسحاق آتمی‌فرد 15 دقیقه، سارم جعفری 20 دقیقه، مارکو پروویچ 27 دقیقه، پوریا سالاری 19 دقیقه، بهرامزاد 10 دقیقه و 35 ثانیه و بقیه هم به ترتیب 9 دقیقه، 7 دقیقه و 2 دقیقه تونستن فرصت بازی پیدا کنن برای فولادی ها. درویش دهخانزاده به بازی اومد. 1 ثانیه روی شات کلاک چرا نزدن؟ از نیمکت هم گفتن به فولادیا توپ هم وارد سبد شد ولی زمان شات کلاک 24 ثانیه به اتمام رسیده بود. بعید میدونم بره برای بازبینی. نه بازبینی هم نرفت. واضح بود که زمان به اتمام رسید. بعد توپ از دستان جیوان رها شد. فران پیلپیچ گارد کروات مسی ها نتونست این تیم رو نجات بده ولی یه 3 امتیاز دیگه به حساب تیمش واریز کرد تا یه 3 امتیاز از فاصله امتیازات کمتر کنه. 74-41 و دقیقاً 1 دقیقه تا پایان کوارتر سوم. دهخانزاده خودش حرکت میکنه روی بیسلاین. اقدام 3 امتیازی که خوب انجام نداد. جیوان و پوریایی که یه مقدار خسته داره کار میکنه در این لحظات خطا انجام داد و از زمین مس از ساید باید کار به جریان بیفته. شهپری پیلپیچ دبل تیم شد. پیام کیانی هم به بازی اومده و خطای سارم جعفری اعلام میشه. دومین خطای سارم و چقدر آمار خطا نکردن بازیکن‌های فولاد خوب بوده. به جز 2 بازیکن که خطا کلا نکردن، یکیشون که بابک نظافت بوده که به بازی نیامده، یکیشون هم محمد امین دهخانزاده قاعدتاً باید باشه. یه یار دیگه هم هست تا بازیکن بدون خطا داره تیم فولاد. بقیه 1 خطا دارن. فقط سارم 2 خطا داره و اگر اشتباه نکرده باشم مارکو پروویچ است که 2 خطا داره. به حال در مجموع خطاهای فردی تیم فولاد آمار خوبی رو داره در این بازی و خطر دیسکالیفای هم تهدید نمیکنه و 5 خطا شدن تهدید نمیکنه بازیکنان فولاد رو. جیوان و دستانش رها شد دیگه، دریبلینگش رو زیادی ادامه داد.
10 ثانیه تا پایان کوارتر سوم و این آخرین اقدام مسی ها میتونه باشه که خطا گرفت علی مالکی و این بار 2 پرتاب برای مسی ها هست. مثل رفسنجان 42 رو میتونه بکنه 44 و دوباره فاصله رو به 30 امتیاز برسونه. اقدام اول علی مالکی وارد سبد شد. اقدام دومم وارد سبد شد تا پرس رو از همون بالا نگه دارن. این مقدار این 2-3 دقیقه آخر رو خیلی رها کرد تیم فولاد، ولی محمد امین دهقانزاده دوباره این روحیه رو به تیمش برگردون. این شوت آخرم وارد سبد نشد. 76-44 کوارتر سوم به اتمام میرسه. تنها 2 دقیقه استراحت میکنیم و دوباره برمیگردیم با کوارتر انتهایی بازی. یک دقیقه دیگه کوارتر چهارم جدال فولاد و مس رفسنجان قرار آغاز بشه. در پایان کوارتر سوم نتیجه 76-44 به سود فولاد هرمزگان هست. یه نگاهی به آمار داشته باشیم. 23 امتیاز داره تیم عذرخواهی می‌کنم یه 23 امتیاز داره جیوان مک‌کورمیک، 7 ریباند و 1 پاس گل هم در آمارش ثبت شده. مارکو پروویچ 2 امتیاز نهایی که گرفت شد 25، 2 تا بالاتر از جیوان افتاد و 25 امتیاز، 8 ریباند و 3 پاس گل. بهترین آمارها رو داشتن اسحاق حاتمی‌فر 10 امتیاز، 5 ریباند، 1 پاس گل. برای مس رفسنجان فران پیلپیچ 10 امتیاز، جوسیکاس هم 10 امتیاز و تقیلون 9 امتیازیه و بیشترین ریباندی هم که داشتن 6 ریباند جوسیکاس بوده. بازی دوباره به جریان میافته در کوارتر چهارم و اولین اقدام مسی ها که از دست رفت. دوبلو رفت. فران پیلپیچ موقعیت با مثل رفسنجان 3 امتیازی رو امتحان میکنن. دیگه راهی ندارن، به هر دری میخوام بزنن بتونن فاصله زیادی که پیش اومده رو کم کنن. فولادیا نباید خیلی رها کنن بازی رو. به هر حال بسکتبال و هیچ چیزی رو نمیشه تضمین کرد. 10 دقیقه هم میشه 30 امتیاز رو جبران کرد. سارم جعفری 3 امتیازی که وارد سبد نشد تا پیام کیانی ریباند و عالی انجام داد. پاسش خوب نبود، به جیوان پاسش نرسید. مالکی دنده عقبی که داد به میثم عابدی. بازم فاصله به 30 امتیاز رسید. جیوان یه 3 امتیاز بی‌نظیر رو وارد سبد کرد. جیوان مک‌کورمیک، چه لذتی بردیم از این 3 امتیاز. عالی زد، یعنی یه لحظه خالیش میذارن. اوپن شاتاش واقعا حرف نداره. جیوان این بار خطای پیام کیانی اعلام میشه. خودش هم فهمید خطا رو انجام داده. واعظ هم میخواد به بازی بیاد. نتیجه 79-46. یه سر به آمار جیوان داشته باشیم.
75% فید گلاشو 75% فید گل داشته و 4 از 6 اقدام 3 امتیازیش هم وارد سبد شده. انصافا آمار خوبیه. فران پیلپیچ او هم 10 امتیازیه برای مصر و شاتکلاکی که به اتمام رسید و استفاده نکردن از این موقعیتشون. و 3 امتیاز فاصله دو تیم توی 8 دقیقه اگه جبران نشه تکنیکال داد داور به امید قاری نژاد. سر چه موضوعی تکنیکال گرفت؟ یه مشکلی با میز داوران ظاهرا رخ داده بود با امید قاری نژاد که به حال یه تکنیکال گرفت و پرتابی که وارد سبد کرد مالکی. 79 47 بازی به سود فولاده. واعظ خبری از خطا نیست روی جیوان. اعلام تاکتیک میکنه، امیدو میفرسته درون منطقه رنگی خودش بین 2-3 نفر. چه جولانی میده، درایوهاش واقعا عالیه. جیوان توپه وارد سبد نشد. این بدنی هم که جلوی دهقانزاده گذاشتن سد راهش نشد. 81 47 فولاد اگه یکم کمتر بازی کنه میتونه سرقمی هم بکنه تیم مصر رو. چه جامپی و چه ریباندی کرد جیوان. خطاش هم اعلام شد. خطای ضربه جیوان به بازیکن مصر رفسنجان اعلام شد و الان تازه فهمید داور خطاش رو گرفته. 2 خطای شد حالا جیوان. جولیس جوسیکس به بازی برگشت. پویا یخچالی هم همینطور. در بازی اول این دو تیم که در رفسنجان بود فولاد 78 69 مثل رفسنجان رو از پیش رو برداشت. این بازی هم که داره میبره. اون بازی رو جیوان 29 امتیاز گرفت و 8 ریباند. پیام کیانی چه سهی زد. پاور فوروارد فولادیا این بار 3 میزنه. یه 3 دیگه از این ور از مالکی. حالا دست همه رو 3 زدنه. البته ظاهرا پاش رو خط بود. 2 امتیاز قبول شد. عرض میکردم جیوان 29 امتیاز در بازی اول گرفت. 8 ریباند 2 پاس گل. سارم 11 امتیاز 9 ریباند 1 پاس گل. بهترین بازیکن مصر رفسنجان هم پویا یخچالی بود با 20 امتیاز و 7 ریباند و 3 پاس گل. حالا قراره بابک نظافت هم به بازی بیاد برای اولین بار در این دیدار. یه خطای دیگه اعلام شد و 2 پرتاب به علی مالکی باید داده بشه یا خطا از بیسلاینه که از بیسلاینه. پویا یخچالی باید کارو به جریان بندازه. فران پیلپیچ زمین بازی رو در این لحظه ترک کرد. اون سمتم دهقانزاده از بازی بیرون میره و بابک نظافت به بازی میاد. این دو تیم در لیگ عادی این فصل این 3 امتیاز هم البته وارد سبد نشد. 2 بار با هم دیگه رفت و برگشت بازی کردن. هفته 4 در رفسنجان 83 78 به سود تیم مصر شد و در هفته 15 در بندرعباس 79 76 فولاد تونست این تیم رو شکست بده که اون بازی هم خدمتتون پخشنده کرده بودیم. حالا پیام کیانی این بار 3 یه مقدار بلند بود و ارتفاع توپش مناسب نبود و واعظ اعتقاد داره توپ برخورد کرده به دستان عرفان علی بافقی یار جوانه مثل رفسنجان، اما نه توپ باید از بیسلاین به جریان میفته برای مثل رفسنجان. 84 49 غزل خداحافظی سر داده تیم مصر و
تو این 5 دقیقه و 50 ثانیه خیلی بعیده این امتیاز جبران بشه. در این بازی حتی یک بار هم پیش نیفتاد تیم مس رفسنجان از فولاد هرمزگان و در تمام لحظات بازی امتیازات به سود فولادیا بوده. جیوان بازم یه برخورد در منطقه رنگی، خبری از خطا نیست. بابک نظافت سه زد، توپ به دستان مالکی برخورد کرد و به بیرون رفت. بازم اوت برای فولادی هاست. طاها رضا بیگی هم میخواد به بازی برگرده به جای محمد رضا تقیلو. نظافت یه حرکت ترکیبی با پیام کیانی که خطا روی پیام اعلام میشه. خطا روی پیام رو با 2 پرتاب پنالتی فولاد میتونه به امتیاز 86 برسه. اولیش وارد سبد میشه. دومی هم به همین ترتیب. پیام هم از وقتی به بازی اومد شرایط خوبی داره، پیازگیری خوبی داشت برای فولاد. آخرین حملات این فصل تیم مثل رفسنجان هست. در واقع 5 دقیقه پایانی لیگ برتر رو دارن تجربه میکنن و فصل آینده رو باید از لیگ 1 دوباره آغاز کنن. جیوان با واعظ کار میکنه. خود واعظ برای امید یه نگاه، یه امتیاز بلند. فوتبک هایی که اینجا فقط دارن اسپک میزنن در واقع به توپ، فوتبکی اتفاق نیفتاد. امید قاری نژاد بالاخره این طلسم گل نشدن های این توپ در این حمله رو شکست. احتمالش زیاد فولاد 3 رقمی بشه حتی در این بازی. پویا یخچالی، خطای امید قاری نژاد بر روی جولیاس جوسیکس یا توپی که به بیرون رفت آره خطا اعلام شد. 2 پرتاب برای مس. پرتاب اولو که گل کرد جولیاس. دومی هم وارد سبد شد. بابک نظافت به بالا برای واعظ، شوتی فولادیا و این هم یه 3 امتیاز دیگه واقعا فولاد میتونه 100 امتیازی بشه در این 4 دقیقه. یه 3 از این ور. طاها رضا بیگی وارد سبد نشد. یه بار دیگه 3 از این ور که این بار هم این اتفاق نیفتاد. جیوانی که توپ لو داد و به بابک نظافت نرسید و دانک زیبایه جولیاس جوسیکس. خطای طاها رضا بیگی اعلام شد. جیوان هم بالاخره زمین بازی رو ترک کرد و از ابتدای کاری که کامل بازی کرده بود بالاخره زمین رو ترک کرد تا درویش نژاد وارد زمین بشه. این 3 دقیقه و 20 ثانیه انتهای لیگ برتر این فصل رو پیام کیانی با دقت 3 میزنه. 94 امتیاز برای فولاد. هواداران هم بی صبرانه منتظرن فولاد 100 امتیازی بشه و با یه خاطره 3 رقمی شدن فصل رو به اتمام برسونه.
خطای بابک نظافت اعلام شد این بار. متاسفانه خبری مبنی بر نتیجه دیدار آورتا و رعد پدافند به دستمون نرسید که ببینیم اون بازی به حال به چه شکل شد. اون بازی هم اگه آورتا ببره که احتمالش هم بسیار زیاده ببره، رعد پدافند و مثل رفسنجان دو تیم سقوط کننده هستند که دست کم یکی از این تیم ها تا لحظات دیگر، تا 3 دقیقه دیگر که تا زمان بازی باقی مونده مشخص میشه. واعظ 3 میزنه، بله اینم 3 امتیاز و امتیاز 97 برای فولاد. 3 تا 100 امتیازی شدن فاصله داره. بازم خطا کردم فولادیا تا 2 پرتاب بدم به مس. فکر میکنم به عنوان تاکتیک باشه که خطاها رو بدن. محدود خطایی تیم فولاد هم که به اتمام رسیده، سریع به مالکیت توپ برسن. 2 تا پرتابش هم از دست داد عرفان علی بافقی. 2 دقیقه و 40 ثانیه. واعظ مشخصه میخواد خودش تیمو 100 امتیازی کنه. به حال یه لذت خاصی داره در بسکتبال ایران 3 رقمی شدن. پیام کیانی 3 که وارد سبد نشد. امید قاری نژاد بده واعظ میتونه 3 بزنه. خطا از پایین هم تشخیص داده شد. از بیسلاین کار باید به جریان بیافته. عرفان علی بافقی یار بسیار جوان تیم مس این خطا رو انجام داد. پاس ریسکی به بالا درویش نژاد هر طوری که توپو نگه داشت. واعظ 3 درویش نه، بازم به بالا. پیام کیانی، بازم این 3 نه، نمیخوان از 99 برن رو 100، میخوان 97 رو مستقیم بکنن 100. اینور 57 مسیحا نشد 60. یه 3 دیگه اینجا واعظ میتونه امتحان کنه. میزنه یا حرکت میکنن. پیکو گذاشته. پیام واعظ، خود واعظ خطای در کار نیست، تو لو رفت. حیف این بازی 100 امتیازی نشه تیم فولاد. یه فیک عالی، چه فیک زیبایی داد امیرحسین غلامزاده. 59 امتیازی شد تیم مس. واعظ 3 رو میزنه، توپ به لبه تخت برخورد کرد. چه اصراریه بچه ها 3 بزنن، میتونن برن راحت فولادیا و درون منطقه رنگی یه 2 تا حمله موفق تو این 1 دقیقه پایانی داشته باشن 100 امتیازی میشن. شاید هم نمیخوان 100 امتیازی بشن. هواداران هم بی‌صبرانه منتظر 100 تایی شدن فولاد هستن و شنبه محبوب هرمزگانی ها هم بعد از یک نیم فصل غیبت بالاخره وارد سالن بسکتبال شد. بابک نظافت اولین پرتابش رو وارد سبد کرد. خطایی که اعلام شد روی بابک این بالا و این هم بزنه فولاد میشه 99 با 1 امتیاز میتونه 100 امتیازی بشه. بله 99 59 و یه دفاع جانانه از امید قاری نژاد، ولی چون در لحظه پایانی پاش جابجا شد و ثابت نبود بدن خطاش اعلام شد. بالاخره مس 60 شد. تاها رضا بیگی حالا شد 61. یه تشکر بسیار ویژه دارم از همه شما بینندگان که این فصل ما رو تحمل کردید، در خوبی‌ها و بدی‌ها یک فصل کامل بسکتبال رو همراه ما بودید. بابک نظافت 3 میزنه و بالاخره فولاد
صد امتیاز رو رد میکنه. این اتفاق بالاخره افتاد. 102-61. چقدر لذت بخش بود این صحنه. برای اولین بار در این فصل فولاد 100 امتیاز رو رد کرد. حسن ختام حضور فولاد در فصل بعد لیگ برتر بسکتبال با این 3 امتیاز زیبا و زیباتر شد. 102-63. دیگه توپو نگه دارن، فکر میکنم دیگه بهترین کار ممکن باشه. فولادی ها هنوز انگیزه امتیازگیری دارن. انگیزهشون تازه انگار روشن شد بعد از عبور کردن از 100 امتیاز. حالا پیام کیانی روی شات کلاک 2 ثانیه شوت زد. 27 ثانیه تو بلو رفت. پیام درویش نژاد اوپن شد. یه 3 امتیاز دیگه به حساب فولاد واریز شد. 105-63. این ور یه دانک از غلامزاده، خطا هم روش اعلام شد، فول گل گرفت. این یک پرتاب هم وارد سبد شد. 105-66. 10 ثانیه پایانی. ممنونم که این فصل ما رو تحمل کردید و در کنار همدیگه از لیگ برتر بسکتبال لذت بردیم. 105-66 فولاد بازی رو برد و سری رو 2-0 از مس رفسنجان با پیروزی پشت سر گذاشت و خدا رو شکر سهمیه لیگ برتری هرمزگان در بسکتبال حفظ شد. سال آینده یا بهتر بگم فصل آینده این لیگ برتر بسکتبال منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.